مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 28 فوریه سال 2023 در صفحه رسمی خود در فیسبوک با نشر 3 عکس خبر داد که بعد چندین سالها پرواز نخستین هواپیما به مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورغ صورت گرفت. نخستین پرواز سنجشی به خورغ روز 28 فوریه توسط هواپیمای L410 NG صورت گرفته است. این هواپیما ساخت شرکت چیخی ایرکرافت ایندوستریز بوده. روز 27 فوریه در فرودگاه دوشنبه مراسم معرفی آن صورت گرفته بود. شرکت هواپیمایی سامونایر ظاهراً برای خریدن این هواپیمای خرد دارای تا 19 جای نشست توجه نشان می‌دهد و در بین یک ماه اخیر نمایندگان شرکت چیخی 2 دفعه به تاجیکستان آمده. نمایندگان سامونایر نیز از کارخانه این شرکت در چیخیه بازدید کردند. بنا به اطلاع رسمی در مراسم قبول پرواز نخستین هواپیما به بدخشان در فرودگاه خورغ رئیس این ولایت مختار علیشیر میرزانباد، شهردار خورغ رضا نظرزاده و دیگر شخصان رسمی اشتراک کردند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در این مراسم گفته است که پرواز هواپیماها بین دوشنبه و خورغ با دستور پرزیدنت امامعلی رحمان برقرار کرده می شود. در سال 2019 نیز کوشش شده بود که پروازها را بین دوشنبه و خورغ برقرار کنند. آن وقت چند پرواز هم در این مسیر صورت گرفت، ولی بانکرات شدن شرکت هواپیمایی تاجیکایر باعث خیلی زود و دیگر باره قطع شدن ارتباط هوایی بین مرکز تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. هواپیمای L410 NG از جانب اگنتی اروپایی اوید به بی‌خطری اویاسیونی سرتیفیکاسیون شده با تکنولوژی‌های پیشرفته و اویونیکای اویاسیونی مجهز می باشد. توسط آن می توان تا 19 نفر مسافر را در خط سیرهای محلی انتقال داد.